این پروژه جدید شما وظیفتون هست انشالله که به صورت کامل یک مبحث رو در خاک نحوه به دست آوردنش رو یک ویدیو آموزشی بسازید. مسئله آلفا اند بتای رایلی دایرکت قسمت اینپوت. آلفا و بتای رایلی رو به چه شکل بایستی به دست آورد و وقتی که به دستش میاریم فرمولاسیون محاسبهش برای چی هسته. برای یک لایه خاک مثلا وقتی بخوایم بهش مشخصات خاک رو بدیم، این عدد آلفا و بتا رایلی رو چند بعد بدیم و چجوری روند به دست آوردنش هست توسط محاسبات عددی. اوکی، یعنی به جای کار آزمایشگاهی من میخوام به استفاده از محاسبات عددی با آلفابت رایلی برسم. برای این کارم باید یه لایه خاک تعریف کنم، مثلا یه زلزله بدم، خروجی عملکرد صورت زاویه‌ای رو نسبت به شتاب داینامیک رو بگیرم در این نقطه‌ای در وسط خاک یا در ابتدا در بالای لایه و ماکسیموم اون رو به دست بیارم و 5% کرنشش رو یک جا داشته باشم. آلفابتا رو از For the detailed video, please join the Telegram channel of the IGFS and get in touch with the channel support in the language of your choice.